سلام دوستان عزیز، به چنل خودتون خوش اومدید. امروز اومدم یک تیرامیسو رژیمی رو به شما آموزش بدم. اما این تیرامیسو مخصوص آدمای شکمو و هستش. تا ادامه ویدیو با ما همراه باشید. سابسکرایب، لایک و کامنت و زنگوله هم یادتون نره. تا ادامه ویدیو همراه باشید. دوستان عزیز، موارد لازم برای تیرامیسومون عسل هستش، ماست ایسلندی هستش، رایس کیک هستش و پنیر لبنه کمتر و قهوه دبل. همراه باشید. دوستان عزیز، ماست ایسلندیمون باید 80 گرم باشه، پنیر لبنه کمچربمون باید 15 گرم باشه و عسل دلخواه و رایس کیکمون 4 عدد باشه. همراه باشید. دوستان آماده بشید بریم برای درست کردن تیرامیسومون. دوستان عزیز، مرحله آخر از همه مهمتره، از دست ندید. بریم برای درست کردن تیرامیسومون. 2000 years later. دوستان عزیز، بریم برای ماست ایسلندیمون که 80 گرم بود. اینو ببینیم 80 گرم داریم. آره میشه تمومه. دوستان عزیز، بریم مرحله بعد که پنیر لبنه هستش. 15 گرم چرا نمیریزه؟ تمومه. اینم از 15 گرممون. رایس کیکمون. دوستان رایس کیکمون رو خرد کنیم. این قسمت خیلی خوبه. کاملا باید خرد بشه. نگاه. تمومه. اینم از این. اینم از قهوه دبلمون آماده بشه. بعد بریم واسه مخلوط کردنشون. ماست ایسلندی، پنیر لبنه، عسل دلخواه. من یکم زیاد میریزم. اینم از قهوه. عجب گوهی. کم کم رایس کیکمون رو اضافه میکنیم.
تموم شد رایس کیکمون. خوبه دوستان عزیز، لایه از اینا رو میریزیم. یه لایه هم ماست ایسلندی و پنیر لبنه رو میریزیم. ماست رو میریزیم، پنیر لبنه، خیلی خوب میشه با پنیر لبنه، خیلی. حتما امتحان کنید تو خونتون دوستان. دوباره یه لایه دیگه از اینا رو میریزیم. پنیر لبنه، پنیر لبنه خیلی خوبه. با پنیر لبنه حتما امتحان کنید چون طعمش رو خیلی خوبتر میکنه، طعم خوبی داره. یک کم دیگه میریزیم و تمام دوستان. بری 2 ساعت توی یخچال استراحت کنی. 2 ساعت استراحت. بای. برای 2 ساعت امتحانش کنیم. چه خفنه. این نزدیکترین تیرامیسوی رژیمی است که تا به حال امتحان کردم. خیلی خوبه، حتما امتحان کنید. با سلام مورد نیاز تقریبا 600 کالریه، خیلی خوبه. دوستان عزیز، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه چون این نزدیکترین دستورپخت تیرامیسوی رژیمی بود که تا به حال امتحان کرده بودم. لایک، سابسکرایب، کامنت و زنگوله هم یادتون نره. و هر چی دوست داشتید، هر سوالی که داشتید توی کامنت ها ازم بپرسید. و در زمین یادتون نره که توی کامنت ها بنویسید که ویدیو بعدیم در مورد چه چیزی باشه. I love it. خداحافظ.